بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعال لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند از سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی که مشرف به خدمتتون هستم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. هنوز رو آیه دوم هستیم از سوره مبارکه هجر که این جلسه دوم روی این آیه میگذرانیم. تلاوت آیه رو بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بسا آنکه کفار ناراست خوب نمایند در دل چنین آرزو که ای کاش بودند یزدان پرست برایون اسلام آرنده دست. یزدان پرست، نه علی پرست، نه عیسی پرست، نه قبر پرست، نه امام پرست. تو ای مصطفی کافران را پریش رها کن که باشند بر حال خیش. بگردند مشغول بر خورد و خواب به شهوت پرستی کنندی شتاب. که با این چنین آرزوهای پست بگردند غافل ز هر چیز هست. به زودی ببینند پاداش خود از آن بیهوده کامرانی که بود. در تمنی کافر در این که مسلمان می بود چند مطلب ذکر شد. همه اینها
در شر کلمه ربما، بسا. کافر، مشرک، ناباور یا بدباور آرزو میکنه که حتی یک ذره ایمان در دلش می بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حالت دوزخیان رو بر من شما بیان کرده که در چه عذابی گرفتارند. قرآن هم بیان کرده. و قبر پرستان، امام پرستان، بدعتگزاران، گناهکاران اگرچه مؤمن هم باشند، وقتی بدیهاشون از خوبیهاشون سبقت بگیره با کافران در آتش خواهند بود. شخصی که مسلمان شده بعد منحرف شده، رفته قبر پرست شده، رافضی شده، یا ایمان آورده لیکن مستقیم نشده، مقید نشده، ایمان آورده هزاران بدی کرده. کافر و مشرک وقتی چون شخصی رو در جهنم میبینند شماتت میکنند، مسخره میکنند، میگه تو که اینجا با مایی که در دنیا با ما نبودی، ایمانت به دردت نخورد. بعد از اینکه مدت‌های مدید چون شخصی در آتشه، خداوند چون شخصی را از آتش به خاطر مثقال ذره ایمان که در دلش بوده میاره بیرون، میفرسته بهشت. در چنین وقت شاهد اینجاست، در چنین وقتی کافر آرزو میکنه که حتی مثل همین مسلمان که در دنیا بدکارم بوده، کاش که ذره ایمان میداشت، یه نوع ایمان میداشت. ولذا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه از حضرت رسول اکرم علیه السلام روایت میکنه که لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من کبر. کسی که به اندازه یک مثقال ذره، به اندازه یک خرمهره کبر در دلش باشه وارد بهشت نمیشه. و کسی که به اندازه یک خرمهره، به اندازه یک دانه ایمان در دلش باشه وارد جهنم نمیشه، همیشه بر جهنم نمیمونه. و حدیث هم ابن ماجه روایت کرده که حکمش صحیحه. پس یک ذره ایمان هم بالاخره سبب میشه که انسان وارد بهشت بشه در نهایت. ولی که این دیگه خدا میدونه، بعد از 1000 سال، بعد از میلیون سال، بعد از میلیارد سال که در جهنم بوده. لیکن در نهایت تفاوتش اینه با کافر که در جهنم ابدالآباد نمیمونه. چون این ذره از ایمانو کافر آرزو میکنه که میداشت، که وقتی خود کافر در آتشه و بر همیشه. این معنی سوم از کلمه ربماه. در این آیه علاوه بر اینها بشارتی است، مژده‌ای است بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در نهایت پیروز میشید. ای محمد غصه نخور، روزی میاد که خداوند نصرتت میکنه. اون وقت که کافران آرزو میکنه که مسلمان میبودن. اکرمه ابن ابی جهل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خونش را مباح کرده بود. وقتی که مکه مکرمه فتح شد این سرگردان شد، آرزو میکرد کاش که مسلمان میبود. صفوان بن امیه هند که بر علیه پیامبر توطئه میچید، آرزو میکرد که در روز فتح مکه، آرزو میکرد که مسلمان شده بود قبلا. کافران و پردهداران شرک، خمینی های زمان، خامنه‌ای های زمان، در روز فتح مکه آرزو میکردند که مسلمان میشدند. اینها همونایی بودند که پیامبر رو از مکه بیرون کردند، اصحابش رو عذاب کردند، نقشه بر قتلش چیدند. وقتی که مکه فتح شد همشون در
دست پیامبر بودن، در پنجهش بودن، در چنین وقتی آرزو میکردن که مسلمان می بودن. با این حال پیامبر اموالشون رو حلال اعلام نکرد، خانه هاشون رو مصادره نکرد، کار خمینی رو نکرد، کار خامنه‌ای رو نکرد. یه معنای دیگه از کلمه ربما، کسی که در زندگیش در آخر عمرش مسلمان شده یا مقید شده، چون این کافری یا چون این غیر ملتزمی آرزو میکنه قبلا این کار رو میکرد، کاش که در جوانی مسلمان میشد. شخصی که مسلمان شده، خداشناس شده، مقید شده، در اوج جوانیشه عمرشو در طاعت خدا گذرانده، در عبادت، در قربات، در حضور مجالس علم، در برنامه‌های توحیدی. کافر آرزو میکنه یا مشرک چنین می بود. اما کسی که در آخر عمر خدا رو شناخته، در 40 سالگی، در 50 سالگی، همیشه آرزو میکنه کاش که در سن جوانی هدایت میشد. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است. پس ای جوانان، شکر نعمت رو بدونید. اونایی که مقید هستید، اونایی که موحد هستید، اونایی که دست از قبر پرستی و پیر پرستی برداشتید، هیچ چیزی بهتر از ایمان در سن جوانی نیست. من بلغ الاربعین ولم یغلب خیره شره فلیتجهز الى النار. کسی که 40 ساله شده و خیرش بر شرش غلبه نکرده، خوشو بر آتش آماده کنه. برای کسی که بر چیزی عادت کرده باشه، جوانی رو بر اون گذرانده باشه، پیریش هم بر همون خواهد بود. در همه عمرش خدا نکرده به رباخوری عادت کرده، به چشم چرانی عادت کرده. 50 ساله که شد میگه آقا برام سخته که نگاه نکنم، دست خودم نیست. چرا دست خودت نیست؟ میگه چشمام دست خودم نیست. اما خود جوان، انسان در جوانی وقتی که بر قد بصر، بر عدم نگاه به نامحرم عادت کنه، بعد از مدتی یک رفتار میشه براش، جز شخصیتش میشه. هر طوری که جوانی رو بگذرانی، پیری اونجوری میگذرانید، و هر طوری که پیری تو بگذرانید بر همون خواهید مرد، و بر چیزی که بمیرید بر همون حشر خواهید شد. ولذا کسی که در وقت پیری مسلمان میشه یا مقید میشه، آرزو میکنه کاش که در جوانی این کار میکرد. بلکه 7 گروهی را که خداوند در روزی که هیچ سایه جز سایه عرشش نیست جا میده، یکی از اونها جوانی است که در جوانی به طاعت خدا گرویده. خداوند پیش ملائکه افتخار میکنه به جوان مؤمن، میگه نگاه کنید بنده هم به خاطر من شهوت شتر کرده. ولذا هیچ چیزی محبوبتر از جوان توبه کار و مستقیم پیش خداوند نیست. توبه همه راه ها رو باز کرده. همیشه توبه خوبه، لیکن در جوانی بهتره. در بازه. دنیا مزرعه آخرته. این شهوتی را که خداوند در من شما گذاشته، این میتونه پله ترقی بر آخرت باشه. ما رو دوست دارید، مالو در راه خدا، در طاعت خدا مصرف کنید، پله ترقیه. بر فقرات مصرف کنید، پله ترقیه. زنها رو دوست دارید، نگاه نمی کنید، قد بصر می کنید، این پله ترقیه. آنچان که خدا دستور داده دنبال راه حلال هستید، ازدواج میکنید، این پله ترقیه. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. معنایی که در بعد از این آیه وجود داره برای
تثبیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یارانشه. ای پیامبر، خداوند تو رو نصرت میده و این سخن بر من شما مؤمنانه. ای مؤمنان، سستی نکنید، ضعیف نشید، ناامید نشید، مایوس نشید. خداوند با شماست به شرطی که با خدا باشید. این آیه که همچنان که دلداری و تثبیت بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر من شما هم هست. اگر واقعا مسلمانید خوش به حالید. روزی میاد که همه مردم آرزو میکنند که مسلمان میشدن. مسلمان راستین یک گنج گرانقدره. عبدالله ابن عمرو میگه که من پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن و خورشید طلوع کرد و قال طوبى للغرباء، خوشا به حال غریبان. گفت شد این غریبان کیان؟ فرمود که ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر. افراد نیکی که اندکند در میان افراد زیاد. کسانی که اسیان میکنند بیشتر از میانشون بیشتر از کسانی که اطاعت میکنند. و سند این حدیث هم خوبه، امام احمد روایتش میکنه و بیهقی و دیگران. اینها رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونها رو دوستان خود نامیده. فرموده که اونها دین و چنان چنگ میزنند که گویا در وقتشون چون سخت خواهد بود که گویا احقر آتش در دست نگه میدارند. یاتی علی الناس زمان الصابر فیهم علی دینه القابض علی الجمر. بر مردم زمانی می آید که دینداری چنان سخته کسی که بر دین شکیبایی کنه گویا که آتش رو در دست گرفته. امروز اگر جوانی بخواد توبه کنه، اولین نفری که مخالفتش میکنه کیه؟ خانوادهش. سنی شدی؟ وهابی شدی؟ اصلا برو شراب بخور، برو هر کاری میکن، ولی ما رو در میان مردم بی آبرو نکن. بیا واحد شدن بی آبرویی شده. بیدین باش کاری ندارن. این تعصبات چیه؟ رفتی داعشی شدی؟ آقا مادر پدر این آیه در کتاب خدا. نه همطور که مردم هستن اونجوری باش. نعوذ بالله. پدرش، مادرش، همسایه‌اش، دوستش اولین کسانی هستند که ازش دوری می جویند. ولذا ای جوان، ای هدایت شده به خصوص، مادامی که بر هدایتید مژده بر اتباع. اینایی که الان مخالفت وات میکنند روزی میاد که آرزو میکنند که مثل خودت میبودند، مسلمان میبودند، هدایت شده میبودند، مقید میبودند. کافر در دنیا وقتی که در ازدواج شکست میخوره، در تجارت شکست میخوره، یا به خاطر معصیت‌هاش گرفتار مرض لاعلاج میشه، آرزو میکنه که مثل مسلمانان زندگی میکرد. همونطور که عرض شد در وقت مرگ هر کسی جایگاهشو میبینه. مسلمان باشه جاشو در بهشت میبینه، اعمال خودشو میبینه. کافر باشه جاشو در آتش میبینه. النار یردون علیها غدوا و عشیا. صبح و شب در قبرشون آتش باران میشن، جایشون در آتش میبینن. و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت به پا میشه، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون را شدیدترین عذاب بدید. می فرعونی که ابن عربی میگه مسلمان شده. مقصودی که این بشارت برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و برای هر مؤمنی در این زمان که صبر کنید، ثابت قدم باشید. اینایی که امروز با شما خصومت میکنند، با شما دشمنی میکنند، شما رو وهابی میدونند، روزی میاد که اینا آرزو میکنند که جای شما بودند. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهموا الامل فسوف یعلمون. خداوند به پیامبرش دستور میده که رهاشون کن،
ترکشون کن، بذار پیکارشون برن. گاهی خداوند میفرماید که ذرهم، ترکشون کن. گاهی میفرماید و ذرنی و المکذبین اولی النعمه، مرا و تکذیب کنندگانی که من بهشون نعمت دادم ترکشون کن برا من، اینا بذار برا من، منم که مؤاخذهشون میکنم، نه علی نه غیر علی. منم که به اینها اجل و مهلت دادم، منم که مؤاخذه رو مجازات رو عقب انداختم. این از کلمه ذرهم از فعل مضارع یذره. و خداوند فرمود و یذرک و آلهتک، تو را و خدایان تو رو ترک میکنن. این فعل در زبان ماضیش کمتر استعمال میشه، مگر در حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که ذروا الیمن ما ذروکم، مادامی که یمنی ها با شما کاری نداشتن ترکشون کنید، کاری نداشته باشی باشون. شبیه این فعل دعهم، یعنی اترک، ترکشون کن. عرب ماضی یدع و یذر رو زیاد به کار نبرده، مگر در یکی از قرائت ها ما ودعک ربک و ما قلا، ما ودعک. اینجا خداوند میفرماد که ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، من شما میخورین، لیکن فرق بین خوردن و آشامیدنی که برای تقویت باشه و طاعت خدا و بین خوردنی که برای شهوت و لذت باشه. حیوانات میخوره فقط برای که خودشو تقویت کنه، وقتی سیر شد دیگه یه پرکاه بیشتر نمیتونه بهش بدید، نمیخوره. اما انسان اینجوری نیست متاسفانه، میخوره، دستاشو میشوره، بعد غذای تازه تری که بیاد لذیذتر دوباره شروع کنه. یعنی چی؟ یعنی این خوردن پرخوری شهوته، علاوه بر که میخواد خودشو تقویت کنه. حیوانات در این مورد از انسان زیرکترند، اونا فقط برای سوخت خودشون، برای نیرو گرفتن، برای نیرو درست کردن میخورن. هر علف تازه تری براشون بیاری دیگه نمیخوره. اما انسان اینطوری نیست. و لذا رسول خدا علیه السلام میفرماد که به حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه، بر بنی آدم چند لقمه ای که او رو زنده نگه داره کافیه. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم من شما را از پرخوری باز داشته، اینکه خوردن برای لذت باشه. و تفاوت غذای دنیا و غذای بهشت مثل تفاوت خود دنیا و بهشته. در دنیا ممکنه ناچار باشیم غذای بدون نمک بخوریم، غذای بدون شیرینی بخوریم، حتی بستگی به امراضی که انسان ها دارن. لیکن غذای آخرت نه، غذای آخرت هنیئا مریانه، گواراست. اینجا ذرهم یأکلوا و یتمتعوا یعنی هدفشون در این زندگی خورد و خوابه. و یلههم الامل، و آرزوهای اینا رو مشغول میکنه، بر خودشون نهایت تصوراتی میکنن. و مادامی که در دنیای آرزوها زندگی میکنن راهشون همینه. مادامی که انسان آرزو داره، این آرزو رو با عمل با همراه بکنه. آرزو کردن ممنوع نیست، لیکن عمل مهمه. عملی که خود آرزو انسان رو فریب میده، عمل نه، متحققش میکنه. ولذا خداوند راجع به کسی که نعمت اونو فریب داده میگه که ما اظن ان تبید هذه ابدا، من گمان نمی کنم که این نعمت دنیا از دست بره و
قیامتی به پا بشه، اینجوری میگه. لیکن چه بخواد چه نخواد قیامت به پا میشه و این دنیای سراب از بین میره. و یلههم الامل فسوف یعلمون. کلمه سوف یعنی هنوز وقت هست. افعالی مثل یعلم میداند، ممکنه الان، ممکن در آینده. سوف یعلم یعنی وقت هنوز زیاده. پیروزی بر مؤمنان به اذن خداوند همیشه رخ میده. اما غیر مؤمن آرزو میکنه که ایمان داشته باشه در آخرت، لیکن کار از کار گذاشته. خداوند سبحانه و تعالی در دنیا اشیاء زیادی رو به من شما نشون میده که دلالت بر صدق وعدهشه. اونایی که فکر میکنن که همیشه در دنیا زنده هن، یهوی زلزله میاد میبینه رفت، همه چیز از بین میبره. بشر هنوز نتونسته این مسئله زلزله رو حل بکنه، در صورتی که چارپا در این مورد از انسان زیرکتره. هنوز زلزله نموده 5 دقیقه 10 دقیقه قبلش از شهر فرار میکنه که زیر آوارها نره. این یک تصرف غریزی پیش حیوانات، برای که غرور انسانی رو بشکنه که انسان ببین که حتی چارپا در این مورد زیرکتره. در سرزمینایی که سرسبز بارونیه یه موقع میبینی خشکسالی میشه تا انسان مغرور نشه، اسیر غرور نشه. تا اینجا توقف میکنم، انشالله که این در جلسه دوم ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.